راهبان کلیسای ارتدوکس روسیه 13 سال این جانب هر تیرماه سوار هواپیما در روی شهر تور آبی مقدس می پاشند تا مردم این گوشه روسیه از معتادی به مینوشی امین باشند. این دفعه راهبان در بالای شهری دارای 400,000 اهالی 70 لیتر آبی مقدس پاشیدند. شهر تور در بین مسکو و سنت پتربورگ قرار داشته از روی استعمال مشروبات الکلی در بین 85 شهر و منطقه جای 40 را اشغال میکند. معلوم نیست که آیا دعا و عبادت روحانیان روس تأثیر دارد یا نه. ولی در یک پژوهشی که روز 1 اکتبر نشر شد، سازمان جهانی بهداشت نوشته است در روسیه در بین سالهای 2013 و 2016 استعمال نوشاکی‌های الکلی 43% کاهش یافته باعث به طولانی‌تر شدن حیات ساکنان این کشور گشته است. در نتیجه تلاش‌های حکومت روسیه سال 2018 طول میانه حیات مردان روس به 68 سال و زنان به 78 سال برابر شد. سازمان جهانی بهداشت میگوید هنوز هم استعمال مشروبات الکلی در روسیه خیلی بزرگ است، ولی اقدام حکومت این کشور می تواند برای ممالک دیگر همچون نمونه خدمت کند. مینوشی یکی از عامل‌های اساسی بالا بودن میزان مرگ و میر در روسیه باقی میماند.